با نزدیک شدن به روزهای عید، بازارهای ولایت بدخشان با ویژه شهر فیض‌آباد مرکز این ولایت حال و هوای دیگری به خود گرفتند. رفت و آمد و جنب و جوش مردم در بازارها نسبت به روزهای عادی سال به گونه چشمگیر افزایش یافته و شور و هیجان خرید عیدی در میان مردم بیشتر شده است. شهروندان از مرکز و ولسوالی‌های مختلف بدخشان به شهر فیض‌آباد آمدند تا برای عید مواد خوراکی، لباس و دیگر نیازمندی‌هایشان را خرید کنند. وضعیت بازار فضل خدا گرم است، هوا بسیار معتدل است. آمدیم در بازار که یک ذره سودا بخریم برای روزی عیدی بخریم. این گیره بار است، این همی چی است دیگه طرفی به خاطر هم قدر آمدیم. بار زیاد است، نام خدا بسیار گیره بار است، خرید فروخت زیاد است، بسیار گیره بار است. میبینی که مخلوق چقدر زیاد است که با رفتن نمیتونه. این سوس بسیار بازار منظم است. فیض‌آباد آمدیم به خاطر سودای روز عید. سودای خریدیم که اگم پاکت هزه خریدیم، اگم پاکت نخدا خریدیم. خدا و حکومت ما خواهش میکنیم که این نرخ کمی به پایان‌تر برسه که مقصد که مردم که به اوج تا بالا نروه. فروشندگان نیز از رونق بازار ابراز خرسندی می کنند و می گویند که با نزدیک شدن عید کاروبارشان بهتر شده و نسبت به روزهای عادی درآمدی بیشتری دارند. الحمدلله نزدیک شده یک 4 و 5 روز عید مانده، مراجعات بسیار زیاد است، گیر بارک هم زیاد است. الحمدلله خوب است، فروشات خوب است. همین چیزای دانه که است خوب است فروشات. میشه غریبی در روی یک در روز مانده روز غنیمت است. با روز باید نداشتن گرفت، یک روز دو روز ماندن باز سودا زیاد شدن. از روز 20000 25000 30000 سودا میشه خوب است. خیلی مردم اطراف هم است، مردم شهر هم زیادتر مردم شهر از ارتش ما خرید میکنه دیگه. از اطراف هم مشتری داریم دیگه. فروشات ما خوب است دیگه، روزانه به 10000 20000 فروشات داریم. شهروندان انتظار دارند که تا پایان عید نرخ مواد مورد نیاز مردم در بازارها کنترل شود تا اقلام مورد نیاز عیدی با بهای مناسب به فروش برسد.